سلام و خسته نباشید خدمت دوستان یه ساخت یه قیف 1x1 واسه گرانول، یه حوض 1x1 واسه کاتر. کوچیکه ولی خب چون کمبود جا بود مجبور شدیم واسهش 1x1 بسازیم. یه حوض 2 متری گالوانیزه، (50x2). بعد یه سنگین کنه دهنه 80 ساخته شده واسه دوست عزیزم. اینم از موتورش، همش تو قابه، یعنی ذره باد پریزی چیزا دیگه نداره. واسه زیر سنگین کن تصمیم سالم میمونه، بلورینگا سالم میمونه. از لحاظ میگن موتور داغ میکنه، اینا توریه، هواکشه. این برش هم کلا بازه، یعنی میتونه هوا رو بده بیرون. از این لحاظ که موتور میگن داغ میکنه، نه داغ نمیکنه. خیلی کارایی خوب هم داره. یه هم ارتفاعی دیگشه که خیلی پایینه، راحت میتونی از همین پایین بار بریزی و یا داخل سنگین کن رو ببینی. ساعت 200 کیلو بار رو به راحتی انشالله میزنن. این هم در خروجیه، سنگین کنه، تخلیه خیلی سریع، خیلی هم عالی. انشالله که از سنگین کنه خواست با یه موتور 60 هست 120 هم میسازیم براش. ساعت 200 کیلو بارم تصمیم میگیریم.